شیرینگک می‌آوردی؟ من اکثر از نخود و بادام و چاکلیت. شیرینگک خو ما در عمر نمیخورم، حال خصوصا که به خیر به خوبی دیگه بچه‌ام که تارسم از امریکا که بیایه اگه شیرینگک پیشوریش بانم بینی مذهب جای بریده میشه. این نیام صافی در سر شونید. خب فهمیدی که فقط باشه ما برم هم مرغ کار دانه بودم خوب شد که امی خدا زده آمد. اگه این نمیامد اینا رو ایستو آینه پاکی، ایستو خانه جارو کردن، ایستو اولی جارو کردن. الله خدا جان دیگه، الله خدا جان الهی به خیر و به خوبی بیاریتان بچیم. شکر که مامای تو آمده بود، فهمیدی؟ شکر که مامای تو آمده. مامای بیکاری من دو شکر میکشی؟ آینه را سکی چخو پاک کرده بیا دو آینه خود تو چرا که چطل است؟ حالا میگفت که خودو خیلی کاری که جمع که باز برو. دخترای امروز هم کسی گفتم میتونم. اینمی تو بگو. این چمانی اینو سایستم. سحر؟ بله. چی کردی جان مادر خلاص شدی؟ اینا چادر ما جور دارم. چی شد حشمت چی شد؟ من نمیفهم مامای چی شد. حشمت؟ وی برای خدا تو ایسای که تو خلاصای که حشمت بخی ساعت سایکو که چند بجه است؟ حالا بخی دیگه بخی بیاده جان قد بخی صدقه سر بیادرم شوم بخی دیگه بخی تیزی که خدا آماده که بریم بخیر دیگه میدان میریم بخی. حالا من ترا نگفتم تا که امروز بخیر به خوبی میایم بچه‌ام کتی رویا جان بخی دیگه. ما میگم که تو دل زنبل بخیر میایم. بچه‌ام بخیر میایم بخی دیگه. اهلا بیادر جان اهلا بیادر که قنیشنم. چیکار مودی دیگه؟ چی؟ زود آماده میشم. مقصد اینه من خبرت میگم که 9 بجه است، 9 وقت میشه اما مامام نکنی فقط یک کلاه تو بپوش خلاص. بخیر که تیز کرده بخیس. من اینا یادتون بگی. برو دیگه برو تو کلاه تو بپوش برو. ای خدای پاک. دایت روز خوبی و خوشی. ای برای من قرار کله مرگ خودم مونده خواستک. الو خدایا شکر خدا جان دیگه. صدقه سر میرو بچه میشم و بالله. حشمت؟ بله خواهر جان. چی کردی بیاد جان؟ خلاص الو یعنی خوب کردی بیاد رقم پیرم تو ما پوشیدی پیرم تو ما رو آزاد میگوشی. خب بفرمایید. بیا دیگه ماما. بیا دیگه تیز بیا. چطور وقت آماده شده؟ الو بیا دیگه تیز کردم بیا دیگه بیا. آره دیگه قطر پیسان آره. بیا گمش که بیادر قن وقت شد دیگه به خدا کل دنیا رفته و گرفته که خدا این میدان رو میفهمی که میدان رو چقدر دور است. میاد مادر دیگه زیاد گرد. سحر بله ما ایسکو سر واز ما سیسته. سیست مادر جان. بریم. الو برو دیگه که شکر دیگه خوزادیت میایه بخیر. بخیر به خوبی. برو جان مادر. برو دیگه بریم. بریم تیز اینجا که من منتظر بیادرم هستم خزن بیادرم. بچه پایایم درد میکنه نفتم. نه نمفتی دکتر جان میگه من منتظر انگیم هستم بخیر ببینم شد. جان دیگه الان تا که ما بچه‌مو ببینم دلم از دل خانه میره. خدا نکنه مادر چرا تو پارو میزنی؟ دیگه هوادار نیست. میفهمی هوادار نیست که دل یک مادر بی
چقدر دیر باد میدیم الو صدقی بچه میشم صدقی رو حال مادر ینگه من نمیگی؟ چطور ینگه دق نشدی؟ چطور دق نشدیم؟ مگم اموجا بریم منتظر بشین بخو بخیت انتوار خطاگاه هستم چقدر میدانم نام خدا بیل بارک است الو نکن که بچه ماما همه تاروس است دیگه ینگه کی است دیگه بچه نکن که چقدر دیر باد بچه میبینم بریم اونجا در چرکی بشینیم اونجا میشینیم که تا نشست کنه تیاره سر میراب بچه میشم الو بیا اینجا بشی دیگه که بخیر بخوبی میراب جان و رویا جان بیا دیگه مادر جان بشی الو چند مدی نشستیم تیاره نیم ساعت باد دیگه ماما جان نیم ساعت باد ها سعی سهر جان مادر اینا رو پرواز از یا کس خود از امریکا روز می باشه نه اینجا شب می باشه اینا رو شاید شب و حرکت کردن باشه روز اینجاست مادر و شب و حرکت کرده دبی رسید از دبی به افغانستان میرسن الو دیگه چی وقت ببینیم شما خدا جان تو ببین چطور الو سهر جان چی مادر بالا بیادرت مادر جان نیم ساعت مانده صبر کن دیگه چقدر مونده نیم ساعت دور منیزی رسید کم مانده دیگه مادر یعنی میفهمی که چند سال بعد دیگه ما بچه‌م به خیر به خوبی میبینم میفهمی سر بله ماما میگم خارداده من خوشدار میشم و من زیادتر میفهمی چی هست ینگیم یاروس امریکایی خار و چی رقم هست الو بیادر جان یاروس امریکایی نیست از اینجا گرفته بودم خانه رفتن امریکا رفتن اینا رو از امریکا در وقت گرد دادن دار خود کجپور میکنن هم میکنن الو نه میکنم ماما چی او آرس من میفهمی که هیچ وقت فرهنگ خودت تغییر نمیده بله معلوم میشه باز خود تو باش که یک دفعه بیایی که از خوشی نمارم یک دفعه خدا نکنم مادر چرا تو گپا رو میزنی چشم میپالش خدایا شکر که بچه من بخیر چقدر دیر باد میبینم که تیروی آرسم بخیر چقدر دیر باد میبینمش الو ما صدقیت شو میراب جان منتظر ماندن چطور سخت بسیار سخت است ماما انتظار بسیار مشکل است انتظار دقیقه و دقیقه قلبم گروپ کردم میره میای بخیر دیگه میدان چی حال است میبینی؟ مادر جان مگم نام خدا میدان اویرم خوب بازسازی کردن نی؟ بله ساکن چقدر دیر باد ما شما آمدیم چقدر دیر باد آمدیم خوب بازسازی کردن اما تو نیست اشمت بیدن بسیار خوبی جور کردن تغییرات آمده خیلی تغییرات آمده تاکسی ها رو میبینی کل تاکسی های اون تاپایی که داره تاکسی های از خود میدان از فکر میکنه تاکسی ها دیده نمیمونن نی؟ مادر جان ماما خیلی میریم کمک پیش ایستاد میشیم ما که به زود میبینیم شما بریم تیز بیا برو بچه ما خو ندیدیم برو جان مادر اونجا انتظارگاه اصلی اونجا است چشمای بخیم میپالم چطور هفته افغانستان تیز است؟ ساعت افغانستان خدا شکر در افغانستان بخیر رسیدیم نزدیکتر شدیم نزدیکتر شدیم خوب شد حالا باش که ببینیمش چطور هیچ کس معلوم نمیشه مادر جان پدر جان مادر جان اون آمد اون ینگیم کی میرام شونام خدا ماشاءالله لو کورت شو نام خدا الو صدقی سرت شو الو میراب جان ینگم خوش آمدید الو جان مادر خاک افغانستان خوش آمدید چطور هستی خوب هستی سلام پدر جان خوب هستی ساعت خوب خوش آمدی چطور هستی خوب هستی بخیر آمدی شکر خوب قربان بچه پدر جانت خوب میفهمی سلام زمین خوش آمدی خوش باشی از اون خاطر مامان الله صدقیت
شام که چقدر من ینگه جان بچه دیدم اوه خدا اوه خدا نفس بازم خوش آمدی خاردادر خیلی سلامت. کمک هم امرای سلامت بشی میبریم تو مشکل پدرت خبر داره خب منتا من نمیدونم آرس تا مواد میذاری مانا چی میگه آرس تا من آرس ناز مرا شکر کابل قربان شکر به خودت مادر جان. الله چقدر دیر بعد دیدم صدقه سر قربان خاک وطن خودمون که بهترین جای است. بهترین جای است. درست ینگه والا بسیار خوشت خیلی ینگه جان. الو خاردادین بخیر هستی. ما خواب میبینیم یا بیداری میبینیم. نه مادر جان بیداری ینگه بس نه. صدقه تشا. خدا نکنه مادر جان. خدا. خیلی امریکایی شدی. الان مادر جان کجایم به امریکایی بیمار خدا نکنه. بریم دیگه خیلی ینگه جان. بریم مادر جان. صدقه بچه خود شام الله اینجا خوب پیش شد بر جان خب ینگه افغانستان تغییر کرده فعلا خیلی خوب معلوم میشه برام انشالله همه جاش خوب است دیگه افغانستان تغییر کرده گفتم فعلا خیلی خوب معلوم میشه برام چقدر خوب تغییر کردن تغییرات آماده بود. در کجا؟ قباشیم تغییرات آمده که ایران به خدا دیگه باز میبینی ینگه جان بوده سورپرایز باشه گفتی خودت مادر ما که جای میشین در موتر خود بیا جای میشین بچه بیا میرم جنبار کشوری بشی بچیم جان مادر برو باش به نظر شما بشی برو بشی خب حالا چیز اشمت بیاده حالا تو خود جایی نمیشه خب یک موتر کلان خود میگیرفتی خیرت بسکا برو خیلی چی کن خیلی پیسه خود پیشته است خیلی در موتر آبیه صحیح است صدقه تجم الو خیلی در موتر بیا خیلی در موتر بیا در موتر بیا باش کار پای من نگیره در موتر بیا ما موتر میگیرم میایم برو خداحافظ برو پناهگاه کت به خدا حالا نمیشه که جای بچه میراب جان تنگ شد چطور میراب جان؟ در موتر دیگه بسات میه خیلی تغییرات آمده نه طلا یا نام خدایت جوایل شده که ایران خدایش بانی شیشه تا پایان که روی جان خن روی جان این چقدر تغییرات آمده نه؟ خیلی مقبول شده افغانستان خیلی خوب شده نه؟ وقتی اوتالا مثلا لوکس جل شده لوکس جل شده لالا جان از طرف شو بیایی جلسه کنه مقبول معلوم میشه فکر میکنی در اروپا هستی باش بخیر شکر که خیر آمدی میراب جان رویا جان باز یک شو میاییم سعی که نام خدا چطور چراغان است بخیر یک شو یک گیبه بیاریم به چکر باز این نمیگی رویا جان خیلی امنیت خوبش است یعنی امنیت خوب شده حالا بله بعد جمع میتونی چکر بزنی هر جای استاد جان اینی میگه که استاد اینی میگه رسیدیم؟ دیگه اینا رو در این کوچه داخل میشیم میره که تو خدای موتر نداره حالا دیو کدرویست کدام موتر میرفتی خیلی موتر نمیره پیش پیسه تا خشمت جان داده نه استاد خیلی ببینی بیا خیلی بچه بیا وی خدا جان اینه بچه این نمی کوچه رو گناه به خاطر که زیاد پیش هست دقیق از اونو خاطر اینه جان اکل مادرخت ما خیلی خسته شدم اینه قدر دور است رویا جان خیلی دور است خیلی دور است جان مادر میراب جان اینه قدر دور است جان مادر هنوزه خودم موتر آمدی باش که پیاده بیایی باز اینه کوچه رو برو خانم اینه داخل بسم الله گفته برو تو خون مرز رفته بودی خدا
اوی خدا جان الله اینه که برو دخترم اینی خانه که قدیمانی رویا جان قد خانه جز نکنیم چرا؟ خانه جز نیست شما جز نکنیم تو بیا تو که باز من یادت میتونم بیا تو بیا جانک ناز مادر خود تو بیا بیرون خانه جور نکردیم لالا داخل خانه رو جور کردیم تو بیا تو داخل خانه رو تو خوبش جور کردیم اینه که مامان تو وقت بخیلم آمده میمان آمده اینه که وقت آمده بریم ینگه برو دخترم بسم الله گفته داره بسم الله گفته داخل شو بچیم جانک ناز مادر خود بسم الله گفته داخل شو بچیم برو الله خدا را هزار بار شکر خدا جان شکر بکشم اینه بچه داخل خانه را جور کردیم مادر این پدرتون بخیلم که هنوزام از باغ شاخ نامده از سرزمینان آمده از سرزمینان آمده شما بشینید دیگه که من چی کنم اول یخ بریم تیز که چای دم کنم چی کنم روی جان من چی کنم چای ینگه چای برداریم یا خودت بیا پیشی چی نه روی جان خب خیلی باش تو باش من بینیم تیز که من اول چای بردارم بانم خانه رو جور کردیم خسته شدیم سرم یکی درد گرفت جان چی شده جان مادر؟ ایت مادر جان خسته شدیم سرم درد گرفت سرت درد گرفته؟ باش من خود رفتم تیز که چای منم کالای من کجا ماندی؟ داوود اتاق مادر حالا بیخی به خدا کشتیم حالا رسید که بچه آمده هیچی را پیدا نمی‌کنی؟ نه من مخی کردم جان مادر که گاز درد دادم چای ماندم دیگه گفتم باش کالای من تبدیل کنم دیدم که نیافتمش نه جمعش کردم چی کنم دوا چیز بر بیارم چی عادت داره نه دوا نمیخوریم خستگی نفشم خوب میشون البته نورم خوشی چند بجی شب حرکت کرده اینک حرکت کردیم خواب شب اونجاست روز اینجا چه قسم میگوشن؟ نه فرق داره چه فرق داره نه؟ چند بجه حرکت پروازتان شد؟ الو با مرم دهید اونجا خود 9 بجه حرکت کردیم خب پروازتان شد 9 بجه دیگه با افغانستان چند بجه بود نمیفهم افغانستان خطایمش فرق میکنه خیره باش که من چای دم کنم چای سیاه میخوری سب میخوری چی میخوری بچه لیست مادر جان چی باشه نه خب بگو دیگه جان نکن از من خود خوی یاد بلد نیستم تو در خوش بلدی بگو جان چای ساز خب اینه چای ساز باش مادر بشی من میرم دم میکنم بشی من میرم برم کالای من تبدیل کنم بچه ما برم کالای من تبدیل کنم وی خدا جان کالا رکای من برم تبدیل کنم من که میبینم پیسه رو کل شاید میکنم نه اولی رو جور کردن نه خانه رو جور کردن اونجا زامت بکر جان بکن کار کو حالا کجای دیگه جور کردن حالا کجای از ما باشیم مطمئن هستم تمام اتاقا میره کنم توی رنگ افغانی اتاقا رو سیکنم مقصد دیگه دیر اینجا نباشیم من اینجا گذاره نمیتونم سحر دخترم سحر بله مادر چی کردی بچه؟ جوی جوش نکت ها داره؟ نه کبان جو کرد تو چپ؟ کوچه است حالا بدم که کوچه اونو دم زدن بدم اینا میرم مادر سحر بله مادر من گیلاس ها رو جور کردم میرم میشینم با تو چای دم کنی بده تیز که کوچه رو واس که تیز بده کالا مشکنانه کی هست مچم در کوچه اینا میرم مادر به خدا اگه سلو اگه تک بزنن او بابا حال دروازه کوچه مردم مشکنن اینک برو باش که چای کنم آمد مستم سلام ماما و علیکم شما رسیدی؟ اوه نیکا آمد مامان فراموش کردی نه ماما تو چی که باز که میگی؟ مامای تو آمد الله به قرآن تک اصابش خراب است که اینام خودش باشی بریم ماما خیلی اصابش خراب است باش که از ما روی جان خان چای سرگاز یاست تا که جوش بیه تا که سلام علیکم و علیکم السلام آمدی بیاد از جان خان آمدم برو ماما جان بالا بشی یه سری چی گفتی؟ نبودی چیزو کشال نرست کشالم نباشه چی شده؟ تو بخی از ارگک بالا بشی تو
این بچه چطور درد من تازه کردم نمیگی چی را؟ ماما جان برو بالا بشی. تو بخی بیادر جان. تو بخی تو برو بیادر. ماما. ماما دوی سرک ماما نبودی مرکانم تو دمور ترکرایی بیا. سعی که تو بیادر ماما جان. جان خیر راستی که گفتن است. روی پیسه نازک است. بی کدام پیسه سهر الا دخترم الا که چای جوش آمد سر آمد تو بخی تیار فنجی بشی تو نه گوش کن. تو بخی این سکر کجا گپ خورزاده تا نمیکنی تو بخی بیام گپ خورزاده تا نمیکنی چی که در کدام موتر آمدی بخیرم امیرابندی یا بود زیاد خسته شدی امیرابندی بود دیگه ها دی موتر در پگی خو نامدی خو گفتم که موتر 20 پگی بشه پیشودی بشه چرا پامیت دم خانه پایینت میکنم در بس پیسه حساب میگیریم اینجا اینا چی میگه اینا سک خورزاده تا لا شکر دستر پیسه حساب میکنیم این وسط قید شو شکر که ندادم خدا مت بچه دارم که چطور رویا جانا؟ بله آه در اونجا خب موتر از خودش هم اینجا میگه در بس میگه سرمایه حسابش میکدی سر تو چی حساب میکنم اونجا تاکسی برات میگرفتی بی خالی کی بلد بوده قدر بیاد جان قد بلد نیست خیلی خیلاب نکرد سر من خودم خیلی عالی خیلی یعنی از نرخ نوای افغانستان خب بلد نیست خب تو را گفت در بس میگیرتی که پس من میگفتم شه چی میگفتی شه آفرینشان که چقدر راه را طی کردن اینه در طیاره تا طیاره چقدر خسته میشه چند ساعته رو خیلی ببخشید مادر جان سرم خیلی زیاد درد میکنم خیلی بچه یک گلاس چای میخوری یا میری لباسایتان رو تبدیل میکنی استراحت میکنی چی رقم جان مادر نمیفهم مادر جان اگه چای تیار نیست من میرم حالم لباسای تبدیل کنم گرمی هم کردیم خیلی برو بچه برو خیلی صدقی سرچم خیلی چای تا که جوشم برو خیلی لباسکایت تبدیل کن باز خیلی همونجا برای چای میارم سعید نفس مادر خود بچه این رویا جانم خدا چقدر نازدانه است چقدر نازک طبیعت شده به خدای طبیعت شده خب افغانستان هم جود میشه بس ها بس جود میشه در امریکا هم آمد تو بود جان مادر در امریکا میرقم بود در امریکا خب دیدی که افغانستان اولین جود میشه بس خودش بخی بچین برو خیلی برو پیران تومان تا برو خیلی کلایت تبدیل کن اگه استراحت میگید استراحت کن جان مادر او بیادر جان تو همین جبار چرا بشوری همه آرست نومی این چقدر دیر بعد از امریکا آمده تو پیشوری از این لب روی ترش میکنی فقط سرکن داخته باشی دو پیشانی تر شد مادر؟ ینگیم چی تا بیادرم؟ بیا بیشی تو اینجا بیشی چرا برشون آوردم من؟ اینجا زن بیادرت خاله زن بیادرت که از امریکایی بگویی دیگه گرفت طرف خدا مادر چرا همه تو میکنی خراس میگه خسته شده آن من نگفتم خیلی بخی برو کالایت تبدیل کن بیادرت هم گفتم بخی برو خیلی کالایت تبدیل کن درسته این لب توش کدگی زیر سید مامای من میبینیم جوش کنیم الو قصر کن داختی که ایران خدا بانی همین خوشی مرا چرا مرا سن لب روی پیشانی تشد کن بخی تو یک گلاس چای پرت بر از این چی کنیم نه بس نمیخوری چای نه ما چای گم نکردیم نان گم نکردیم الو بیادر جان اما تو کارا نکن که خداوند امروز چقدر خوشحال است باش مادر عزیز خوارزاده خود میخوره چیره؟ عزیز خوارزاده خود میخوره چای نه پرتو چای نه پرتو بان که باز برای چیره حالا میگه بابا ما چای پرتو باز میگه نه بخی که بریم سرسته چاشتا کنیم که چیز میز تیار کنیم پخته کنیم که بخوره خدا نگاه حالا بچه ها آمد بیادر فراموش شد الان فراموش نشد بیادر جان خدا باور کن که فراموش نشد راستی گفتم میگه پیسه سر سنگ بانی سنگ هم میکنه این خوار از کدام پیسه؟ در 5 دقیقه بیادر فراموش کرد بیادر کدام پیسه شکر دینیمی میکشم که پس نورسم به خیر آمد شکر دینیمی میکشم چه قول کلمه کجی کورو خدا میکنه ماما نیست چرا تو میگی ینگی من تو نبودی تو اینجا یک شانای ایسایی که خاله که دم امریکا بود اونم دم امریکا دیگه بسان تربیه شده بود خوی خواص از امور گرفته بود دیدی که صحیح گپ هم زده نمیتونست اینم تو دی سر خدا گرفته رو گفتم بخیر یک ناز نوزه یک خاله کج کور بی جای تو بخیر بچه میخواد تو اگر چای تا بخور که مبروم کتی سهر دخترم برای چاش یک چیز آماده کنم خب سودا آماده کار داشته چیکو ماما باز میگم چیز در خانه است اینا رو من ایران میمونم که رویا چی خواد بخورم خب برو هرچی که بود بیا مادر جان برو تو داختن چای تا بخور خود داختن چای تا بخور بیا که بریم یک چیز پخته کنیم او دختر بله دختر حالا چی پخته کنم برای چاش بچه مادر چی پخته ها
خب یا مادر یک چیز پخته میگیریم یا تا دچه بلد که چی میخورن. همونجا هم فکر میکنم غذای افغانی ما رو میخوره بیا مادر. او دختر سر به خدا بار کو این میال خودمون ات خسته و زله شدیم که بی عد بی اندازه. خب مگم بیا که پخته کنم مدبور که چیز پخته کنم تا که اون یک ساعت دم خدا بگیره دعوت باشه. این جایی بیرم جنه سیکو شبه بچه های آرده یاروس هم نکای بازی چای ببینم میخورم. الو سهر الو بدم دیگه تشته بگی بیار بدم تاملوتا که یارو نبی بگه گفتش بیار که اینا رو خانه او میگیره. بریم جان اصلا اینجا چه سنتر شوید؟ چی نه؟ بی چقدر تیز نمیم خیره بیا امریکا رو دیدین جنه بیا که من تیز دارم فقط کس کشید میگی بیا اینه تو تیشه و خدا قسم خیلی آفرین من دیشو من دست تا بسم الله خب بیا خیلی تدارس چککی تا سفر این چون تو کتر کنایم میگه ماما مثل که از دیدن ما هیچ خوش نیستی. کاروس امریکایی خوارم دیدم. بخون شما که نبودین تعریف تان زیاد میکرد ما ببینیم که او تعریف هایش بجاست یا بیجای میبینیم انشالله. یک دفعه پرسان کرد مادر که مقدر پیسا رو چی کرد؟ در خانه چطور نبود؟ این سمتا رو ببین یک باری سمتا رو ببین این وضعیت اینجا رو ببین کلش از امو وقت است که ما رفتیم از روی آروس امریکایی معلوم میشد که خوب دلات شوار علنگ شده بود. الو بیداری گپا نزن که این میل به خدا دم دست حال کتی سهر نمی که ظرفار نمیشه. زویا بله؟ مسابقاتی ده بیا چرتی چیغ میزنی؟ مسابقاتی ده گم نزن تو به خدایا راستی این شامپو هم خواست به خاطر خودت آوردیم ماما جان. مویای خودت یک رقم اسپیشل است نه یک رقم شامپو نمفترش از خاطر تو از درشتی مویت شکایت گفته بودن که مویایت یک مشکلات داره از خاطر جان که تو با درشت است مویم